بهترین نوع مردن، زیباترین نوع مردن، کاملترین نوع مردن. کسی که در راه نشر دین خدا شهید میشه کفن نداره، نمازم نداره، غسلم نداره، لباسش کفنشه. کسی غسل به شهید نمیده، با اولین قطره خونش همه گناهانش بخشیده میشه. زمین هم حق نداره که شهید جسمشو بخوره. زمین حق نداره جسم دو نفر رو بخوره، یکی جسم انبیا، یکی جسم شهدای در راه حق. یعنی الان اگه قبر عمر رضی الله عنه الان چه؟ یا قبر حیدر یا قبر عثمان، هر کدومشون الان برید قبرشون رو باز بکنید، خون فکر میکنید تازه است. شهدای احد اللون لون الدم و الریح ریح المسک، رنگ خونه، بوی مشک نزد خداوند. به کمتر از شهادت در راه خدا راضی نشید. انسان همونطوری که میمیره همونطور مبعوث میشه. اگه در حال عود زدن بمیری، یه وقت یه خواننده مشهور عرب در حالی که عود میزد همینجور گردنش خشم، عودم تو دستش. سکران باشی بمیرید، هر طوره که مردید همونطورم. خدا اون روز نیاره که مسلمان در حال شراب نوشیدن با همون قطبی. پس زمین حق نداره جسم دو نفر رو بخوره. تمنای خوب مردن در راه خدا و این که مال تو، جان تو، خانواده تو با خدا معامله بکنید، الله خریدارشه. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. حاضر نفس تو برای الله بفروشید، خانواده تو بفروشید برای الله. الله مشتری است. مال تو، خدا میگه ان الله اشترا یعنی خرید، مشتریه. خداوند مشتری جان و مال و خانوادته. انفسهم و اموالهم.